نازگل چیکار میکنی بابا؟ نه بابا که نداری بود آقا جان مگه من دوزی نکردم منو بدین کنار زدید به همین خیال باش یه کاری باهات بکنم که دیگه پاتتون خاله کسی نذاری فهمیدی زود بشور زفار لباس هم مانده نمیخواستم بگم ولی مجبورم کردیم اینجا مگه خونه آقا صادق نیست چی شد تو اسم آقا صادق داماد من از کجا میدونی جان ما درست صحبت کنیم دیگه ما که داریم اینجوری صحبت میکنیم صد دفعه بهت گفتم وسط بازی وقتی با من حرف میزنی دهنتو ببند آقا صادق رفیق منه چند روز پیش اومد در خونه‌مون گفت هوشنگ جان گفتم جانم همینجوری گفت بله دقیقاً همینجوری گفت من دارم میرم مسافر